به نام خدا. سلام به شما مردم عزیز و دوست داشتنی و با وفای کشورم و سلام میکنم به تو آرمین جان. امیدوارم که بازی خوبی از آب در بیاد و بتونیم یک گزارش جذابی رو با هم داشته باشیم. ممنون عادل جان. منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و امیدوارم هر جا که هستن حالشون خوب و عالی باشه. هستیم کنارتون با یه دربی جذاب و دیدنی. شهرآورد که وقتی اسمش میاد همه هیجانا رو میگیره سمت خودش. امیدوارم این شهرآورد و این دربی جذابتر از همه بازی‌ها باشه. بله، وقتی اسم شهرآورد میاد همه ما ذهنمون میره سمت هیجانات مختلف. اینجا بازیکن‌های هر دو تیم می‌بینیم که به هواداری خودشون احترام میکنن و عکس دست جان یاران پرسپولیس. عادل جان ترکیب برامون بگو. پیام نیازمند، حسین ابرقویی، حسین کنانی، سرجوری، مارکو پاکیچ، یاسین سلمانی، میلاد محمدی، سروش رفیعی، علی پور، اسانرونوف و تیل بیفوما 11 مرد ترکیب پرسپولیس در این شهرآورد زیبا هستن. حالا بریم سراغ ترکیب تیم استقلال و یا زمت و حساب اینطور: آنتونی آدان، سامان فلا، رامین رضاییان، ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، منیر حدادی، یاسر آسانی، نازون جنپو و مهران احمدی 11 مرد ترکیب استقلال. خب بی‌معطلی بریم سراغ اصل مطلب و خود بازی. از همین لحظه با شروع داور بازی آغاز میشه. علی پاسش برای عقب، بیفوما، سرژ اوریه، یاسین سلمانی تو در زمین پرسپولیس در اختیار شمیر به زمین استقلال. اورونوف علی پروساب تو میکنه، سروش رفتی تو بازی خوش در میره. جنپو تو در اختیار داره پس شهید بازیکن پرسپولیس. سروش رفتی علی پور هم پیدا کار، یک ضربه از علی پور که برای آدان کاری نداره و به راحتی میگیره. آدان کوتاه کار میکنه، آسانی، یاسر آسانی تو بال چند بودم در اختیار داره، میلاد محمدی تو میگیره، پس بده یاسر آسانی، سرجوریه برای بیفوما که با دست میده و دوبارش رو میزنه و خطا برای پرسپولیس. چطور خشنی که رفت اینجا نازون داری پای سرجوریه. از هم متدای کار این خطا نشون دهنده این نوید بخش یه بازی خشن از این دربی. امیدوارم که مشکلی برای بازیکن‌ها پیش نیاد. بله عادل جان کاملا موافقم و اینکه امیدوارم داورم الکی به کارت زرد خودش بازی رو نخونه. دوستش حالا اینجا برای پرسپولیس هستش باکیچ، میلاد محمدی یه پاس رو به داخل که نمیرسه. برای نازون تو قد میشه کنانی، باکیچ، اوریه، بیفوما تو در اختیار داره. اون تو چه میکنه؟ پرسو داره فشار میاره، اوریه وارد باکس شده. این سال این ضربه سر سروش رفیعی چه سیو و مهاری میکنه آنتونی آدان. حالا دوباره موقع هست، اوریه چه پاسایی میندازه، بیفوما چه موقعیتی داره، پاس روی بیرونش کارو خراب میکنه. چه پاس بی کیفیتی بود این پاس. یاران استقلال توپو در اختیار دارن، منیر الحدادی، نازون توپ نازون رو میزنن ولی نه جاله چشمی، جنپو، منیر فرصت داره، نازون، منیر یه پاس خواستم به راستایی نمیرسه. حسین ابرقویی چه دفاعی میکنه، سلمانی، اورونوف تو انچی کار خیلی جذاب بوده. سروش رفتی، بیفوما یه پاس خوب برای علی پور وارد محوط جریمه شده، این تو سر توپش که سامان فلا توپو میگیره. منیر الحدادی رو عقب برای رستم، حافظ جلالی توپو در اختیار داره در سمت چپ زمین. رستم به زیر توپ میکشه برای منیر الحدادی در سر اول برای یاران پرسپولیس. مارکو باکیچ تو این دقایق پرسپولیس داره فشار میاره، باکیچ یک ضربه از راه دور پشت محوطه که راحت توپو میگیره. آدان بلند برای نازون، باکیچ رو جلو داره حرکت میکنه، پس هم میتونه که میده به بیفوما، تیوی بیفوما داره معطل میکنه اونجا. بیفوما رو به عقب برای سلمانی دنبال یار میگره، سلمانی آسونورونوف توپو لو میده و باز پس که تو دست یاران پرسپولیس. سرژوریه، بیفوما
اوریه چه زودی ساختن سمت راست. اوریه یک ارسال، علی پور نزدش. مونیل حدادی با چنگانی میده به یاسر آسانی. چه پاسی فرصت داره نازون. اوه. این تکل از حسین کنانی اجزای ادامه کار رو نمیده. بله همونطوری گفتم داری یه بازی فشن رو ببین. استقلال میتونه از این ضربه به نحو احسن استفاده کنه و شاید نتیجه کار رو 1-0 کنه. باید به خوبی این ضربه استفاده کنن. رامین رضاییان پشت توپ ضربهشو میزنه و تیر دروازه. توپ اینجا رامین میزنه و میخوره به تیر دروازه. چقدر خطرناک بود این ضربه و افسوس این بازیکن رامین رضاییان. ضربه خطرناک که به تیر میخوره و گل نمیشه و داورم سوت پایان نیمه اولو میزنه. نیمه اول زیاد جذاب نبود. امیدوارم نیمه دوم جذابی ببینیم. بریم نیمه دوم برمیگردیم خدمت. به نام خدا سلام. اومدیم برای نیمه دوم این دیدار که زیاد جذاب نبود و خطرناکترین موقعیتش میشه گفت یه ضربه سروش رفیعی بود و ضربه کاشتی رامین رضاییان. برگردیم به بازی. اینجا درختن جان پرسپولیس یاسین سلمانی برای اورونوف میخواد بده وسط خراب میکنه. علی پور با پاسگیر تو عالی انجام میده. پاسش برای بیفوما. چقدر راحت این توپو از دست دادن بازیکنای هر دو تیم. پرسپولیس موقع سوزی کرد. برگردیم حالا میلاد محمدی یک ارسال، دفاعی عالی از حافظ جلالی. حالا میلاد محمدی یه تک اونجا میزنه تو نمیذاره بیرون بره ولی به ضرر خورشون میشه. جنپو یه پاس برای نازون که نه کنانی میگیره توپو. مارکو باکیچ و خطا. حالا اینجا میلاد محمدی بازی آغاز میکنن. علی پور استون اورونوف یک ارسال. این ضربه از سروش رفیعی که همه ضربه‌های آخر سروش رفیعی میزنه و بعدم میزنه متاسفانه. هم تو این آدم به راحتی میگیره. جلالی آسانی یاسین سلمانی ازشون تو گیری میکنه. سلمانی دیبلی عالی پاسش بهتر. استون اورونوف چه موقعیتی رو از دست میدن یاران پرسپولیس و این سری استون اورونوف خیلی راحت خیلی بعد تو دست میره. وحید هاشمیان و پرسپولیس رو تبعیض خوش رو انجام میده. امید علی شاه برای رضا شکاری برای علی پور فرصت داره و این ضربه که سیو عالی آدان. جو ورزشگاه اصلا غیر قابل مهاره. فشار روی هر دو تیم زیاده. روزبه چشمی جنپو باکیچ کنانی تا کجا جلو اومده دور میزنه و خطا برای پرسپولیس. بالا این طرف دقایق پایانی خطا رو خود برای پرسپولیس رو در جای خوب و یک بازیکن بخواد این کاشته رو بزنه میتونه در این دوال بازی 1-0 جوره و اندازه. باکیچ پشت توپ قرار داره تنظیم کنه زاویه رو ضربهشو میزنه و فوج این ضربه هم زیتراق میشه. باز هم تیر دروازه. بریم برای ادامه. یاسین سلمانی اشتباه میکنه. حالا سلام داده دمله بزنه نه هنوز به سوچ فرصت داره. احمدزاده اوریه دو وقت اضافه. باکیچ فرشت احمدزاده این ارسال. علی پور سرش نمیساره به توپ. آنتونی آدان میزنه زیر توپ و پایان بازی با نتیجه 0-0 مساوی و تا تیمی که هیچ کدوم نتونستن گل بزنن. امیدوارم این بازی لذت برده باشید. بله این دربی 0-0 مساوی تموم میشه تا به اعداد مساوی هر دو تیم یکی اضافه بشه. امیدوارم این دور لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.